أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال نهم از کتاب عقیده برای طفل مسلمان. ما المقصود بلا اله؟ چی است مقصد از لا اله گفتن؟ یعنی لا اله بگیم چی مقصد است، چی معنی دارد؟ المقصود نفی جمیع ما یعبد من دون الله. مقصد از لا اله گفتن نفی همه آن چیزی که عبادت کرده می شود از غیر الله. یعنی همه آن چیزی که عبادت کرده می شود، پرستش کرده می شود از غیر الله، مانندی گفته بودیم که بت و سنگ و هر چیزی که مشرک ها عبادت میکنند، همه اونها را همین معنای لا اله انکار میکند، نفی میکند. سوال دهم: ما المقصود بالا الله؟ چی است مقصد از الا الله گفتن؟ یعنی الا الله گفتن چی معنی دارد، چی مقصد رو میفهماند؟ المقصود اثبات العبادة لله وحده. مقصد از الا الله گفتن اثبات کردن عبادت فقط از برای الله. یعنی مقصد از الا الله اثبات کردن عبادت تنها از برای الله، فقط از برای الله. الله مهربان فرزندان ما و شما را عقیده صحیح و سالم را یاد گرفتن را نصیب روزی گرداند. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم.